سلام و به آزادی آنلاین خوش آمدید. امروز دایر بر رشوه‌خواری در تاجیکستان و بازداشت رئیس شهر کولاب صحبت می‌کنیم، هم درباره سیرهای خطرناک و بی‌پروایی به امنیت مردم و رانندگان. با دیدن 40 دختران زیبا در ناحیه بلجوان و دهه یسمند هایتی کوهستانی هم می‌رویم. شاید بسیاری از شما خبر داشته باشید که روز 8 میلیون رئیس شهر کولاب بهرام عنایت‌زاده را دستگیر کردند و گفتند که همراه با دستیارانش قلابی و یا رشوه‌خواری کرده است. از بس که در تاجیکستان رئیسان شهر و ناحیه‌ها بسیار کم دستگیر می‌شوند، این موضوع بحث زیادی را در وبسایت رادیو آزادی و هم صفحه‌های ما در اینستاگرام و فیسبوک برانگیخت. همراه می‌بینیم که مردم در این باره چی می‌گویند. از شرح کاربر با نام مهاجر آغاز می‌کنیم که در وبسایت رادیو آزادی چنین نوشته است: اینجا شاید یگان گپی دیگر شده است. در تاجیکستان منصبدار را برای قلابی یا پاره گرفتن تا امروز یگان جزا ندادند. عثمان قاضی در صفحه ما در اینستاگرام نوشته است: شاید سبب بازداشت نه اتهام رشوه‌خواری بلکه چیزی دیگری باشد. او گفته است این بیچاره مقابل سیستم یگان گپ گفته است، یا به کسی خلل رسانده است یا چاپلوس نیست، خلاصه یگان عیبی دارد. در واقع بهرام عنایت‌زاده بارها بیکسبور یکی از خویشاوندان رئیس جمهوری تاجیکستان را تنقید کرده است که شرکت‌های ساختمانی متعلق به او سری وقت مالیات را در کولاب نمی‌پردازند. و قول کاربری که نخواسته است نامش را در وبسایت رادیو آزادی بگوید، بازداشت رئیس شهر کولاب یک نوع بازی‌های درونی در حکومت تاجیکستان است. او چنین نوشته است: شهامت بازی در سطح بالا رفته ایستاده است. یکی را می‌دارند، دیگری از کرونا ویروس می‌فوتد. حالا اولی کار است، وگرنه همه رئیسان شهر و ناحیه‌ها زمین فروشی می‌کنند، اما این را دستگیر کردند. بازی شهامت عجیب ادامه دارد. علی 12 که به بحث‌ها در این باره در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام همراه شده است میگوید مقامات انتظامی در مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان صمیمی نیستند و بازداشت بهرام عنایت‌زاده خاک پاشیدن به چشم جامعه است. او میگوید یکی را برای نمایشکاری می‌دارند، لیکن دیگرانش پاره‌خوری کردن می‌گیرند. حکومت همش را می‌داند. شما هم اگر در این باره نظری دارید بنویسید، چی در وبسایت azadi.org یا چی صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام. با اجازه شما به سمت راه دوشنبه ترسونزاده حرکت می‌کنیم که از راه‌های سیرواست که شهر دوشنبه را به غرب و به ازبکستان می‌پیوندد. در این گوشه راه در دو راهی در شوراب به قول یک کاربر رادیو آزادی چراغک هست که نیم سال باز کار نمی‌کند و از این سبب اینجا چندین صدمه رخ داده است و کمش یک نفر هم فوتیده است. خود کاربر میگوید که چرا این چراغ را نیم سال است کسی روشن نمی‌کند. این چهارراه‌های دهه شوراب شهرک حصار از سال نو ایسو ما هم که مکتوب کردیم در حصار میگه که این راه ما نیست، عهده‌داریش در شاهراه دوشنبه ترسونزاده باید او تعمیر کنن. با او خاطر همین بسیار صدمه‌های نقلیاتی به حد سخت میشن. چند تا مرده رفتن، یک تا اهمیت نمیتن. باید کار کنن، لیکن کار نمیکنن. ای سال نو ایسو از ما ینور تا ها هیچ که با عهده نبرونه. همه ساز کده مردمی همه همدهایی مادتیان که خیلی صدمه‌های مروش کم شده. تا اگه کرونا ویروس مرده رفتیستیم با ای صدمه. حالا نوبت ویدیوهای شماست که هر روز میفرستید، ولی متاسفانه برای همایان ها جا نمیابیم یا به سبب موافق نبودن کیفیت یا صفتشون را نشر کردن نمیتوانیم. این ویدیو را از موضع 40 دختران فرستادند و یکی از موضع‌های خوشمنظری ناحیه بلجوان و اینجا داستان عجیبی هم دارد. کاربری که این ویدیو را فرستاد لحظه عجیب را هنگام استراحت ثبت کرده و به ما فرستاد و چنین نقل کرد: پاره بارون است. این پاره بارون. این ویدیو را اکرم از وادی رشت به ما فرستاد و گفت که اینجا دهه یسمند در حایت است، یکی از گوشه‌های کوهستانی در شرق تاجیکستان که در آن بهار و تابستان نظر به منطقه‌های دیگر کشور اندکی دیرتر می‌رسد. از همه شما برای کمک در طی این برنامه سپاسگزاریم. تلفن برای قبول ویدیو، عکس و خبرهای شما همین است که می‌بینید. واتساپ و وایبر و تلگرام و ایمو دارد. خبرهای تازه را در وبسایت ما هم می‌توانید بخوانید. خدا عزیزانتان را احتیاط کنید و با دیدار در برنامه دیگر.